تقریبا همه جا که نه ولی آره خیلی. آره دیگه همه جا من دارم اقراق میکنم تو هم بگو آره دیگه. بله من همه جا. بود آفر. برنامه تو استرالیا یه سری حواشی هم داشت. حواشی که حالا مربوط به بذار من یه خطشو بگم. یکی از اعضای گروهشون رو گروگان گرفته بودن توی استرالیا. بعد واکنش فرزاد اینه حواشی که حالا ببین گروگان گرفته بودن ولی من نمیدونستم گروگان گرفتنش، گوشیشو خاموش کرده بود. من فکر کردم که این رفته تو تیم اون دوستان تهیه کننده که به هر حال اونجا بودن لطف داشتن به ما. آره و به همین خاطر کلا بلاکش کردم. یعنی اونو گرفته، اون زنگ میزد منو نجات بدیم، با یه صحنه موجود شده که اصلا بلاک شده بود. فردی که گروگان گرفته شده بود رو تو بلاک کرده بودی. آره مثلا میری تو تیم اونا خدا حافظت. و رفتیم رفتید ایران. آره بارو بستیم و رفتیم ایران. اون موند گروگان اونجا بود. آره اونجا مونده بود. سر چی بود؟ سر پول؟ آره سر پول دیگه، همیشه سر پول دعوا. و الان اونجاست. نه دیگه ولش کردن، دیدن به دردی نمیخوره اصلا اینجا. پولا رو برد طرف. پول داری؟ پولدار در پولدار مایه داری یا نه؟ این حرکت خیلی زشته اینجوری من نباید بکنم واقعا. خیلی بد. ببخشید من چون تازه رسیدم به